سلام به کانال الی مووی، خوش اومدید. من سهندم و تو این ویدیو قراره بریم سراغ تحلیل و بررسی قسمت اول فصل دوم سیلو و یه چند تا نکته و تئوری رو بررسی کنیم. منبع این ویدیو رو همون زیر براتون میذارم که اگه خواستید بریم ویدیو اصلیشو ببینید. بدون معطلی بریم سراغ داستان. آخر فصل اول جولیت از سیلو بیرون زد و یه چیز عجیب دید. کلی سیلوی دیگه دور و برش، چیزی حدود 20 تا یا شاید هم بیشتر، ولی هنوز نمیدونیم تو اون سیلوها چه خبره یا کیا دارن اونجا زندگی میکنن. فصل دوم قرار یه تصویر بزرگتر از این دنیا رو بهمون نشون بده. یه نکته جالب اینه که تو اون سکانس پایانی خبری از اجساد دور سیلوها نبود، پس احتمالاً جولیت یه مسیر رو طی کرده تا به اونجا برسه. اگه به وضعیت جنازه ها نگاه کنیم به نظر میاد اون شورشی که تو این سیلو تازه رخ داده مال چند سال پیشه. یه چیزی شبیه همون شورشی که تو سیلوی جولیت اتفاق افتاد، همونی که باعث شد سالها روز آزادی رو جشن بگیرن. ولی اینجا اوضاع فرق داشته. به نظر میرسه مردم تونستن در رو باز کنن، اما بیرون رفتنشون خیلی هم خوب تموم نشده. همشون به خاطر هوای سمی مردن. این اتفاق یه تصویر تازه بهمون میده. انگار این سیلو یه طرح تکراری از یه ایده بزرگ بوده. شاید زمین با یه فاجعه روبرو شده و این سیلوها راهی بوده برای حفظ بشریت. هر کدوم هم یه ساختار اجتماعی مشابه دارن. کلانتر، دادگاه، کارگر و البته یه نفر مثل برنارد که اوضاع رو زیر نظر داشته باشه. تو این سیلوی جدید اون شخص اسمش راسله. راسل هم مثل برنارد علاقه به خروج از سیلو نداره. حتی وقتی درو باز میکنن خودش رو توی اتاق قایم میکنه. شاید منابع کافی برای زنده موندن داره یا شاید هم یه نقشه دیگه داره میکشه. یه نکته عجیب درباره راسل اینه که یکی از چشماش آبی شده. شاید به خاطر تشعشعات باشه یا یه جور مسمومیت. از طرفی به نظر میاد سالها تنهایی هم حسابی روی ذهنش اثر گذاشته. این سیلو قوانین خاص خودش رو داره. مثل سیلوی جولیت هیچ وسیله مکانیکی برای رفت آمد بین طبقات وجود نداره. انگار این قانون گذاشته شده تا مردم کمتر با هم ارتباط داشته باشن. اما یه تفاوت بزرگ اینجاست. تو این سیلو اسلحه وجود داره، چیزی که تو سیلوی جولیت خبری ازش نبود. یه لحظه حیاتی تو داستان اینجاست که شورشی‌ها کنترل ژنراتور رو به دست میگیرن. یه یادداشت به کلانتر میرسه که میگه ژنراتور تا 15 دقیقه دیگه غرق میشه. اگه این اتفاق بیفته سیلو نابود میشه و مردم مجبورن بیرون برن، جایی که میدونیم زنده موندن توش غیر ممکنه. وقتی تناب جولیت پاره میشه یا اونو پاره میکنن و اون توی آب سقوط میکنه، ما متوجه میشیم که ژنراتور واقعا غرق شده. حالا پاره شدن تناب به نظرتون اتفاقی بود یا عمدن کسی این کارو کرد؟ وقتی جولیت به سیلوی جدید میرسه یه جمله روی صفحه میبینه که نوشته شده دروغ‌ها. این دقیقاً شبیه همون جمله‌ایه که تو سیلوی خودش دید و همه چیز رو براش عوض کرد. به نظر میاد مردم اینجا هم با یه سری واقعیت‌های تلخ روبرو بودن. یکی از نکات جالب این سیلو ناشناس بودن کلانتره. نه اسمش رو میدونیم و نه حتی اسم بازیگرش تو تیتراژ. این احتمالاً یه راز مهمی که بعداً فاش میشه. کلانتر توی صحنه یه جمله عجیب میگه: دستم سر خورد، منظوری نداشتم. ولی ما هیچ ایده‌ای نداریم که این جمله به چی اشاره داره. حتی یه نمای نزدیک از دستش نشون داده میشه که انگار یه راز مهم توشه. یه نکته عجیب‌تر اینه که جیم به کلانتر میگه راسل درو باز نکرد چون یکی بهش گفته. این نشون میده که یه گروه دیگه هم وجود داره که آدم‌هایی مثل برنارد و راسل ازشون دستور میگیرن. یه صحنه دیگه هم هست که وقتی ساکنان سیلو بیرون رفتن در پشت سرشون بسته میشه. حالا این سوال پیش میاد که کی این در رو قفل کرده. یه چیز جالب دیگه اینه که توی این سیلو هم یه شبکه جاسوسی وجود داره، شبیه دوربین‌های مخفی توی سیلوی جولیت، ولی اینجا محیط خالیه به جز چند تا درخت کوچیک زیر نور چراغ. اینکه این درخت‌ها چطور زنده موندن خودش سوال مهمه. وقتی جولیت به اتاق راسل نزدیک میشه روی دیوار این نوشته میبینی که نوشته راسل چی رو قایم کردی؟ انگار این آدم یه راز بزرگ داره که همه دنبالشن. نوشته دیگه‌ای هم هست که نوشته بازماندگان لطفاً کمک کنید. این احتمالاً مربوط به همون شورش بوده ولی دقیقاً نمیدونیم کی نوشته شده. آخرش هم که یه نوشته بیرون اتاق راسل است که میگه دیر یا زود وارد میشیم. این نشون میده که بعد از باز شدن در اتفاقات زیادی اینجا افتاده. شاید حتی آدمای دیگه‌ای هم مثل جولیت تونستن به اینجا برسن. این قسمت بیشتر روی جولیت تمرکز داره، مخصوصا کودکی و علاقش به تعمیرات. اون مهارتی که تو عبور از پل شکسته به کار برد نتیجه همین گذشته‌شه. یادته که بعد از مرگ مادرش به جای موندن پیش پدرش رفت تو بخش مکانیکی. اونجا پیش وارکه زندگی کرد و عشقش به تعمیرات شکل گرفت. حتی اسباب بازی کوچیکش رو هم درست کرد. انگار این کار براش بیشتر از یه سرگرمی بوده، یه جور نبرد با آشفتگی دنیا. اولین کار جدیش تو بخش مکانیکی با شرلی بود، کسی که بعداً نزدیکترین دوستش شد. شرلی خیلی چیزا بهش یاد داد، از جمله نوشته‌هایی که تو قارها بود، مثلا یه دست با آچار که شاید نماد مقاومت کارگرها باشه. روی دیوار اسمای زیادی نوشته شده بود ولی فقط یکی خواسته: پاول.
شاید ربطی به پال بیلینگز داشته باشه، شایدم نه. به نظر میرسه فصل دوم روی 2 داستان تمرکز داره: تلاش جولیت برای کشف حقیقت و قیامی که تو سیلو در حال شکوفتنه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و تئوریا و نظریات خودتون هم پایین برامون بنویسید. خواهشاً اونایی که کتاب خوندن داستان رو اسپویل نکنن.